حبیب خدا گو همون روزه داره که از تشنگی و از گرسنگی افگار شده است، مانده شده است، خسته شده است، خواب است، خوابش در نزد پروردگار عبادت نمیسازه می شود. 3 ساعت خواب میکنی، 4 ساعت خواب میکنی. تصور کن تو در مسجد نماز خوانده ایستاده ای. برای آدمی روزدار خوابش هم عبادت است. حتی پروردگار به سوی ملائکه ها چی میگفته است؟ انظروا الی عبدی، همون بنده ای که شما نخواستین که مای من در زمین بیافرم پیدا کنم، نظر به سوی همون بنده کنی. ترک شهوته و لذته و طعامه و شرابه من اجلی. انا همون بنده امروز ببین طعام در پیشش است. بعضی یار رفیقای به انصاف دارد که خورده ایستادن، لکن این آدم نمیخورد. این بنده ای که شما نخواستین آفرینش او را در روی زمین که حتی گفتین وی خون میریزاند، حتی گفتین که وی ناسپاسی تو را میکند، ای پروردگار انا همون بنده را نگاه کنید. طعام در پیشش طعام نمیخورد، شراب در پیشش شراب نمی نوشد. لذت زن دارد، زن جوان دارد، میل به خانه‌داری دارد، لیکن به سوی او نزدیک نمی شود. از برای چی؟ من اجل. پروردگار میگوید این از خاطر من است. یدع طعامه و شرابه لاجلی. و این خوردن و نوشیدن و لذت و همه اینا به خاطر پروردگارش ترک ساخته است. از این خاطر من ثواب روزه دارم، من خودم مکافات میدم.